سلام بینندگان گرامی، امروز سه‌شنبه 14 ینور است. ساعت به وقت شهر پراگ رسیده. حالا سرخط موضوعهای برنامه خبری امروز را پیشکش شما میکنیم. شکل کامل این گزارش ها را در برنامه اخبار آزادی ساعت رسایه در پخش مستقیم و هم ثبت آن را در صحیفه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب میتوانید تماشا کنید. امروز نمایندگان تاجیکستان و قرقیزستان سری میز مذاکرات نشستند. واخروی هیئت‌های رسمی کشور در پی یک مناقشه مرزی میان ساکنان صورت میگیرد. قرار است هیئت‌های رسمی دو کشور پیشگیری از نزاع‌های مرزی را بررسی نمایند. مناقشه ها در مرزی تاجیکستان و قرقیزستان حادثه نو نیست. تقریبا هر ماه خبرها درباره مناقشه های خرد و بزرگ اساساً میان ساکنان دو طرفی مرز رسانه‌ای می شود. این مناقشه ها در گذشته چندین کشته بر جای گذاشته است. اگر تا شروع برنامه خبری از این مذاکرات تفصیلات به دست آمد برایتان گزارش می دهیم. صبح امروز منزل‌های ساکنان در یک قسمت شهر دوشنبه بدون گرمی ماند. بنابر اطلاع شبکه‌های گرمیدهی پایتخت در قبورهای بزرگ آب گرم صدمه رخ داد و در نتیجه ساکنان محله‌های اسپیچک، زرافشان 101، 102، 103 و 104 به گرمی ماندند. مسئولان میگویند مشغول برطرف کردن صدمه هستند، اما معلوم نیست کی به خانه ساکنان گرمی دوباره می آید. تفصیلات موضوع را در برنامه اخبار برایتان خواهم گفت. رئیس سابق شرکت منزل دسترس در دادگاه سخنی آخرینش را میگوید. آخر هفته گذشته دادستان برای نورالله نعیموف 22 سال زندان را تقاضا کرد. امروز دهها جبردیده های این طرح در پشت در دادگاه جمع آمدند. آنها میگویند جانبدار زندانی شدن مسئولان پیشتره منزل دسترس نیستند، زیرا در این حالت تقدیر پولهای داده آنها نامعین خواهد بود و همچنین معلوم نیست صاحب خانه میشوند یا نه. درباره این موضوع در برنامه امروز صحبت خواهیم کرد. سال گذشته در پی 46 حادثه طبیعی در تاجیکستان 24 نفر جان خود را از دست دادند که 50% آنها در سیلاب‌ها و ترمه‌فرایی‌ها کشته شدند. بنابر اطلاع کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافعه گردشدنی تاجیکستان که در میان این گروه فوتیدگان نفران نیز هستند که از باد و سرمای شدید فوتیده و همچنین کوهنوردان نیز شامل هستند. ضمناً در این سردی‌های زمستان وضعیت خانواده‌های بی‌جامانده آن طرف مرز تاجیکستان است دهشتبار است. این عائله‌ها که از بیم ناامنی مکان زیست خود را ترک کرده و به منطقه‌های دیگر کوچیدند در روبروی دیگر خرابه‌ها قرار گرفتند. اگر در برنامه امروز ما را همراهی کنید گزارش را در این باره خواهید دید که ساکنان آن سوی دریای آمو چگونه زندگی دارند. مطلب هم داریم درباره افزایش بیماری‌های قلب در میان ساکنان تاجیکستان و از جمله نسل نوروز. این هم در حالی است که جراحی کردن بیماران قلب در کشور مبلغ زیادی را طلب می‌کند و بیشتر خانواده‌ها چنین امکانیت را ندارند. همکاران ما کوشش کردند در این باره یک گزارش تهیه کرده برایتان پیشنهاد کنند. بیننده ارجمند، این بود فشرده موضوعهای برنامه خبری امروز. تا کمتر از 3 ساعت دیگر ما را در پخش زنده در صحیفه آزادی ویدیو در یوتیوب و هم صحیفه های رادیو آزادی در فیسبوک و ادنا کلاسنیکی همراهی کنید.